سرخط خبرهای مهم: تنقیل امام علی رحمان از تبلیغ طبیبان خارجی، پتنت در روسیه باز قیمت می شود، باج‌های نوی مهاجران و قانون نوی طالبان، سرودن شعرهای عاشقانه منع شد. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌سازیم. امروز دوشنبه 1 سپتامبر فرمان دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح امضا گردید. بر پایه این فرمان که روز 29 آگوست از جانب رئیس جمهور تاجیکستان امضا شد، مقامات وظیفه‌داران ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2025 جوان پسرانی از 18 تا 27 ساله را که تا روز دعوت حقوقی به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند به صف نیروهای مسلح جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابله و آلوده می شود. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح حتمی است و برای سرکشی از آن جزا پیش بینی شده است. اجرای فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره آغاز موسم نو دعوت به صف نیروهای مسلح و به رخصت فرستادن آنهایی که 2 سال رسا خدمت کردند تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌کند. شروع از امروز 1 سپتامبر در روسیه برای مهاجران کاری باج‌های نو دولتی جاری کرده می‌شود. بر اساس تغییرات به کدکس انداز روسیه این بعد برای به خدگیری شهروندان خارجی در جای بود و باش آنها 500 روبل ستانیده می‌شود. گفته می شود تا به امروز این خدمت رسانی رایگان بود. همچنین مهاجران کاری برای گرفتن پتنت و یا تمدید آن 4200 روبل علاوگی می سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازه نامه برای کار، عین پول را باید پردازند و اگر می خواهند نسخه پتنت و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می سپارند. برای تمدید مهلت اقامت در روسیه اکنون 1000 روبل پرداختن لازم است. قرار برای ستانیدن باج‌های نو از مهاجران اول ماه ایول از سوی دومه دولتی روسیه قبول شده بود. همچنین شروع از امروز مهاجران کوری از جمله مهاجران توجیک در روسیه باید در مسکو خود را در یک برنامه دیگری موبیلی به نام امینه ثبت نام کنند. زمینه موبیلی درباره موضع بود و باش جغرافی یا گیولوکاسیا به وزارت کارهای داخلی روسیه معلومات می‌دهد. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان است. در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شده محدودیت زیادی را برای مهاجران کاری جاری نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از وارد شدن طب کشورهای خارجی به تاجیکستان و تبلیغ آن در تلویزیون‌های کشور اظهار نگرانی کرد. وی که 30 آگوست در مراسم وابسته به آغاز موسم تحصیل با دانشجویان و مسئولین معارف صحبت می‌کرد. گفت شهروندان دیگر کشورها با استفاده از گیاه‌های گوناگون پول مردم تاجیک را گرفته رفته ایستادند، در حالی که خدمت رسانی آنها به درد شهروندان تاثیر نمی‌رساند. شاهد هستم این چیزا بسیار. من خودم شاهد هستم. ما رکلام هم میکنیم تلویزیون تاجیک هم کی سر میکنه. ای طبیبی تاجیک نی. همین میمونه. آنا مرکزی طبابتی فلانجا آنا ای خیلی میکنه هم ساز میکنه امری درازی با برکت میبینی. ای همی سر میشه. همچنان که گویا که در تاجیکستان نه طبیب است و نه گویا که کسالخانه دارد و نه وزارت دارد. انتخاب رئیس جمهور تاجیکستان در حالی است که به اطلاع رسمی فعلا در ساحه طب تاجیکستان 1600 متخصص نمیرسد. در شهر نمنگان جمهوری ازبکستان به همسران خادمان دین دستور دادند که به جای حجاب روسری‌های محلی را به سر کنند. در صورت اطاعت نکردن به زنها تهدید شده است که شوهرانشان را از کار آزاد خواهند کرد. ارشاد سلیمانی موضوع را ادامه می‌دهد. نمایندگان اداره مسلمانان ولایت نمنگان ازبکستان با همسران امام خطیبان این شهر واخورده قاعده های نو را شرح دادند. درباره این نشست یکی از اشتراکداران آن با شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داد. با گفته وی به همسران خادمان دین تاکید شد پوشیدن لباسی که روی را پنهان میکند طبق قانونگذاری من است و در صورت بازداشت آنها کسی برایشان کمک نخواهد کرد. همچنین از آنها طلب شده است که از حجاب پورا دست کشند.
به این زنان فهماندند که من بعد آنها باید رویمال‌هایشان را نه به شکل عربی یعنی با پوشانده شدن گردن، بلکه از روی عنعنه‌های ملی با گره از پشت بسته شود. به اطلاع منبع، ایده از زنان پس از انجام واخوری همان زمان طرز بستن رویمال خود را عوض کردند. رادیو آزادی با سازمان دهنده این واخوری موسی خان عباس‌الدینوف، راهبر شعبه ولایتی اداره مسلمانان نمنگان صحبت کرد و این موضوع را چنین شرح داد. در نمنگان رسم آیینی مخصوصی لباسپوشی وجود دارد. با زنان یگان فشاری نشده است. همه زنان ما کیها باز موافق دین و عادت‌هایمان لباس می‌پوشند. مسئله سر و لباس زنان تقوادار در همه کشورهای آسیای مرکزی به دخالت شدیدی حکومت‌ها روبروست. از جمله در تاجیکستان نیز با وجود اعلان آن که زنان در انتخاب لباس آزادند، هرگاه ریدهای برگزار شده لباسی که منسوبیت دینی زنان را تاکید می‌کند برچیده می‌شود. چند سال پیش فروش چنین سر و لباس نیز ممنوع شد. با سطر اسلامی وارد شدن به مؤسسه‌های دولتی منع است. بینندگان عزیز، نظر شما به این موضوع چیست؟ به ما نویسید. حکومت طالبان قانون نوی قبول کرد که طبق آن سرودن شعرهای عاشقانه و شعر گفتن درباره دختران و پسران منع شده است. این قانون زیر نام تنظیم مشاوره در جریده رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است. در بخشی از این قانون آمده است که شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهش‌های ناروا و احساساتی بی‌جا باشد. همچنین این قانون حکم می‌کند که شاعران در وصف دموکراسی، کمونیسم، فمینیسم، الحاد و غیره شعر نسرایند. قانون نو و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا قانون شکنها را مطابق احکام شریعت جزا دهد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را به رسانه‌ها، نویسنده‌ها و هنرمندان وضع کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 1 سپتامبر خبر می‌دهد. 1 سپتامبر سال 2018 президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар як пешниҳоди ғайримунтазира хост ки духтурони дандон, кормандони кошонаҳои ҳусн ва сартарошҳоеро ки боиси ба бемории сирояти печидани сокинон мешаванд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашанд. эмомалӣ раҳмон гуфт дар кишвар беш аз 250 маркази хусусии табобати дандон фаъол аст ки вазъи қисме аз онҳо ташвишовар мебошад. як сол баъдаш додситонӣ гузориш дод ки беш аз 100 корманди кошонаҳои ҳусн ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 1 сентябри соли 2016 Дмитрий Медведев, нахуствазири Русия, аз теъдоди зиёди номзадҳо ва докторҳои илм дар Тоҷикистон тааҷҷуб карда гуфт ки ин ҳолатҳо бояд санҷида шаванд. ин замоне буд ки донишмандону муҳаққиқони тоҷик барои ҳимояи рисолаҳои илмӣ ба Комиссиони олии аттестатсионии Академияи илмҳои Русия муроҷиат мекарданд. дере нагузашта пойгоҳи таҳқиқотии Дисернет даҳо олимон ва ҳам мақомдорони баландпояи тоҷикро дар плагиат ё дуздии осори илмии дигар донишмандон муттаҳам намуд. 1 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи дониш аст, чун дар ҳамин рӯз садҳо ҳазор шогирдон соли нави таҳсилро дар мактабу донишгоҳҳои кишвар шурӯъ мекунанд. сатҳи донишомӯзии шогирдонро дар Тоҷикистон ба хотири мушкилоти иқтисодии хонаводаҳо ва ҳам дахолати давлат ба ҷараёни таълим ва сиёсатзада кардани он интиқод мекунанд. و بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی برابر است به 117 سومانی، 100 یورو به 1110 سومانی و 100 دلار 946 سومانی مقرر شده است. شما برنامه نویدی با مدیر رو تماشا کردید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.